What is this shit؟ چه آشغالیه؟ چه چیزیه که دریم ورکس داره دست ما میده؟ بچا شریک 5 اومد، تریلرش هم همین یکی دو روز پیش اومد و من وقتی تریلرشو دیدم بالا آوردم، حالم بد شد. آخه این چه گرافیکیه مثلا برای اینو درست کردن ها؟ این چه فیسی دادن به شریک؟ الان من دارم میبینم که جلو چشمم، شما هم دارید حتما میبینید. این چه فیسیه؟ فیسا رو ببین، اینو ببین، خره رو ببین. خر نیست، این خر بود، قبلا خر بود، الان خر نیست. من نمیدونم والا. اگه خر بود، خر نبود که. بابا شریک اصلا فرق کرده، فیسن فرق کرده، فیونا فرق کرده. بابا فیونا با این گال که زیش بود بازم جذاب بود. الان دیگه اصلا جذاب هم نیست، ریدمونیه. آقای دریم ورکس نکنین این کارو به خدا. اصلا ما بچهای ایرانو برهم نریزید تو رو به اول فصل. فقط این نیستا. الان مثلا فلیشیا اضافه شده، دختر شریک اومده، کی جاش حرف میزنه؟ زنده‌یا. بابا اصلا به من چه؟ زنده‌یا رو به خاطر فلیشیا آوردید؟ من که دارم اینجا تو ایران دوبله میبینم کلا این فیلم‌ها رو. صدای زنده‌یا رو هم حالا آورده باشید باشه، مهم نیست، ولی فیسا رو درست کنید. پدر سوختا درستش کنید. چیه دریم ورکس؟ فیکس ات. نکنین این کارو با ما. من الان میخوام داستان رو براتون پیش بینی کنم خیلی راحت. ببینید از فیس فلیشیا معلومه که یه دختر مدرن شده. کلا داستان توی زمانی هم هستش که مدرن شده. بعد شریک رو که می‌بینید یه آدم سنتی و قدیمیه و مشکل داره با دخترش که تو مدرنیته شده. حالا چه اتفاقی میفته؟ اینجا 4 5 تا ماجرا میفته که بالاخره شریک با دخترش کنار میاد و شخصیت اصلی فیلم شریک 5 هم قطعاً دخترشه، نه شریک و نه فیونا و نه خره. دریم ورکس یه بار گند زد به پاندای کنفوکا. الان دیگه نباید گند بزنه به شریک 5. 2 سال فرصت داره تا اکرانش باید درست کنه. اول تریلر نشون میده که آینه تبدیل شده به مثلا یه چیزی مثل اینستاگرام، داره دستش اسکرول میکنه میره بالا. بابا بس دیگه، ما خودمونم تو این زندگی مدرن گیر کردیم دیگه. نمیخوام توی شریک هم همچین چیزو ببینم. حالا درسته با سبک مثلا جذاب نیست. شریک همون قرون وسطاییش، همون قدیمی بودنش، همون سبک خاص باحالش منو جذب کرده بود. نه اینکه الان بخوام ببینمش مثلا تو سایبرپانک، نمیدونم تو یه دنیای مدرنه که توش تیک تاک و اینستاگرام اصلا نمیشه. همچین چیزی جالب نیست واقعا. قطعاً اگه دریم ورکس بخواد اینجوری پیش بره با این گرافیک این فیلمو بده بیرون، من یکی حاضر نیستم ببینم. حتی حاضر نیستم که اینترنتم پای این فیلم خرج کنم، چه برسه دیگه اون بدبختایی که میخوام برم پول بدم پای این فیلم ببینم، چون مطمئنا یه چیز بیخود و افتضاحی در میاد. اینجا الان توی تریلر فقط شما دختر شریک رو میبینید. شریک دو تا پسر دیگه هم داشت. قطعاً نقش پسرای شریک توی این فیلم کم رنگ میشه با این اوصاف. من دوست دارم ماجرای بین خره شریک و گربه چکمه‌پوشو ببینم. نرید دوباره مثل پاندای کنفوکات برینید توش. دریم ورکس عزیز، خواهش میکنم پلیز. اینم که الان دارید اون بالا میبینید با هوش مصنوعی درست شده. والله جذاب‌تر از این تریلریه که دادن. به خدا این قابل ارتباط تره. به خدا من با این بیشتر اونس گرفتم. دریم ورکس مای هانی، اذیت ما نکن برادر. ببین نمیتونی درست کنی، بده به همین هوش مصنوعی برات درست کنه. جذاب‌تر در میاد. هر موقع به حرف هوادارا گوش بدی درست حسابی چیزی میشه. گفته باشم یه جایی خبر خوندم که قراره شریک 5 مولتیورسی باشه. بابا مگه مارول؟ من اصلا خدا لعنت کنه این مارول که همچین چیزی اوورد. الان توی دنیا دارن از این ایده مولتیورس استفاده میکنن، ولی آخه شریک پلیز بابا پلیز. دریم عزیز من، خواهشاً شریک 5 یه سطل گوه فرض نکن، خواهش میکنم. پیج منم فالو کنید، اصلا